سلام كمسك الختام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و من تبعهم باحسان الى یوم الدین. درس عقیده را از کتاب امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. این درس دوام موضوع درس پیشی است، یعنی قرآن کلام خداست. امام ابو حنیفه گفتند و سمع موسی علیه السلام کلام الله تعالی کما قال الله تعالی و کلم الله موسی تکلیما وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق. یعنی موسی علیه السلام سخن خداوند متعال را شنیده است، چنانکه که می‌فرماید خداوند با موسی حقیقتا سخن گفت. سوره نساء آیت 164. یقینا خداوند متعال قبل از این که با موسی سخن بگوید قدرت سخن گفتن داشت و قبل از این که مخلوقات را بیافریند از ازل آفریدگار بود. امام ابو حنیفه میگویند که موسی علیه السلام سخن خداوند را به واسطه شنید و برای دلیل سوره نساء آیت 164 میگویند که خداوند میگوید خداوند با موسی حقیقتا سخن گفت. هنگامی که الله تعالی با موسی سخن گفت، با کلام به وی سخن گفت که در ازل به آن موصوف بود. الله تعالی در ازل میدانست که با موسی چنین سخنها را میگوید و این سخنها که خداوند با موسی سخن گفت این کلام ازلی اوست، این چیزی نوپیدا نیست. و این چنین آن حادثه هایی که در وقت حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم رخ دادند، یعنی که مسلمانان آمده از پیامبر چی پرسیدن آیت نازل شد، یا مشرکان قریش آمده از پیامبر چی پرسیدن آیت نازل شد، همین جوابی که خداوند به آنها فرستاد همین جواب هم کلام خداست و این هم در ازل بود و خداوند میدانست اینها چنین سوال میدهند و جواب این سوال ها چنین است. امام ابو حنیفه دوام داده گفتند یقینا خداوند متعال قبل از اینکه با موسی سخن گوید قدرت سخن گفتن داشت و قبل از اینکه مخلوقات را بیافریند از ازل آفریدگار بود. امام ابو حنیفه برای چی این سخنها را میگویند؟ برای خاطر آنکه بودند گروه هایی که میگفتند که خداوند سخنگو نبود تا آن دمی که سخن گفتن برای وی ضروری نشد، یعنی که انکار میکردند صفت سخن گفتن او را. میگفتند که خداوند وقتی که محتاج پیدا کرد به سخن گفتن، صفت سخن گفتن یعنی صفت کلام پیدا شد. تا آن دمی که نه آفرید صفت آفریدگار در او نبود، وقتی که آفریدن ضرور شد صفت آفریدگار در او پیدا شد. این بود فکر بعضی گروه ها که امام ابو حنیفه این فکر آنها را رد کرده میگویند که خداوند قبل از آنی که با موسی سخن گوید قدرت سخن گفتن را داشت و قبل از آنی که بیافریند یعنی که آفریدگار بود. چون اینها از صفتهای خداوند می باشند و صفتهای خداوند نوپیدا نیستند. همه صفتهای خداوند ازلی و ابدی اند، اول و آخر ندارند، نوپیدا شده نیستند. این است عقیده علمای اهل سنت و الجماعت. چون اگر گوییم که صفت نبود و پیدا شد، این الکی نقص به ذات خداوند می شود. فلان صفت نبود بعد پیدا شد گوییم به مانند اون گروه هایی که در تاریخ بودند، این یعنی که نقصان بر ذات خداوند می شود و خداوند پاک است و هیچ نقصانی در ذات او نیست.
در دوام امام ابو حنیفه آیتی را از قرآن آوردند که گفته های بالا را تقویه می دهد و این آیت را گفتند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل وصفاته كلها في الأزل بخلاف صفات المخلوقین. یعنی خداوند میگوید در سوره شعرا آیت 11: و هیچ چیز مانند خدا نیست و او شنوا و بیناست. امام ابو حنیفه در دوام گفتند: وقتی خداوند با موسی سخن گفت، با همان کلام سخن گفت که صفت ازلی اوست و تمام صفات خداوند متعال برخلاف صفات مخلوقات ازلی می باشند. امام ابو حنیفه می گویند: یعلم لک علمنا و یقدر لک قدرتنا و یرى لک رؤیتنا و یسمع لک سمعنا و یتکلم لک کلامنا و نحن نتکلم بالآلات والحروف والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غیر مخلوق. یعنی خداوند متعال می داند نه مانند دانستن ما، توانا است نه مانند توانایی ما، می بیند نه مانند دیدن ما، می شنود نه مانند شنیدن ما و سخن می گوید نه مانند سخن گفتن ما. ما با وسیله و حرف سخن می گوییم و خداوند بدون وسیله و بدون حروف سخن می گوید. حروف مخلوق و آفریده شده اند، ولی کلام و سخن خداوند متعال نه مخلوق است و نه آفریده شده است. بیایید شرح این گفته های امام ابو حنیفه را می بینیم. امام گفتند که خداوند متعال می داند نه مانند دانستن ما. یعنی خداوند متعال دانستن او از دانستن ما فرق می کند. علم ما پیدا می شود، زیاد می شود، کم می شود، فراموش می شود. دانستن خدا باشد، علم خدا باشد، کم و زیاد نمی شود. چون اگر کم و زیاد شود، مثل ما فراموش شود، این نقصان بر ذات خداوند می شود. دوامش: توانا است نه مانند توانایی ما. توانایی ما هم مخلوق است. وقتی خرد هستیم توانایی ما کم است. وقتی کلانتر می شویم توانایی ما بسیارتر می شود. وقتی پیر می شویم باز توانایی ما کم می شود. و توانایی خداوند باشد این چنین نیست. آن چنانی که خداوند توانا بود همین خیل می ایستد و کم و زیاد نمی شود. دوامش: می بیند نه مانند دیدن ما. یعنی خداوند متعال می بیند نه مانند دیدن ما. ما با واسطه چشم می بینیم. ما اگر روشنی باشد می بینیم، در تاریکی دیدن نمی توانیم. و بینایی خداوند این چنین نیست. خداوند همه وقت می بیند و بیناییش کم و زیاد نمی شود، چون او خالق است و هیچ نقصانی در ذات او نیست. و خداوند می شنود نه مانند شنیدن ما. شنیدن ما با واسطه ها است. واسطه گوش، آواز باشد، از ما دور نباشد، یک مسافه معین رو می شنویم. و شنوایی الله این طور نیست، با واسطه ها نیست، به شنیدن ما مانند نیست. دوامش: و سخن می گوید نه مانند سخن گفتن ما. ما با آلات ها سخن می گویم، با زبان، با لب، با حلق، با حرف ها. حرف ها مخلوق هستند و سخن گفتن خداوند چنین نیست، مانند سخن گفتن ما نیست. خلاصه درس این است عزیزان: آن صفت هایی که خداوند دارد به مانند قدرت و دانش و شنوایی و بینایی به مانند صفت های ما انسان ها نیست. صفت های ما انسان ها نو پیدا است و تمام می شود، آخر دارد و نقصان است در صفت های ما.
صفتهای ما کم و زیاد می شود و صفتهای خداوند باشد ازلی و ابدی می ماند و هیچ نقصی در صفتهای خداوند نیست و هیچ نیاز خداوند ندارد. ما نیاز برای گپ زدن به آلت‌ها داریم، به واسطه ها داریم و خداوند به یگان چیز نیاز ندارد. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.